روزا اسم تعامل 4 ستون نظام رو به لرزه میندازه. یه نمونهش همون باز شدن سفارت انگلیس برای تعامل بود که پس لرزه هاش هنوزم ادامه داره. انگلیسی‌ها این هفته سفارتشون رو در تهران بازگشایی کردن، اما نکته حساس این بود که انگلیسی‌ها در همین اولین ورودشون هم انگلیسی عمل کردن. اول خبرنگارای ایرانی رو به سفارت راه ندادن، ثانیاً خبرنگار فارسی زبون با خودشون از لندن به تهران آوردن تا بگن ما حتی در انگلیس سرپل فارسی زبون داریم. وقتی تیوی ریش اینجوری به لرزه دیگه تکلیف مجلس وحوش روشنه. استاد همه رذالت‌های بین‌المللی و تفرقه افکنی انگلیس مکار است و مسئولیت شیطنت‌های بعدی انگلیس در ایران بر عهده کسانی است که زمینه حضور مجدد آنان را فراهم کردند. خلاصه هر چیز ظریف زور زد تا با دیپلماسی نعل و میخ از دروازه رابطه با انگلیس دفاع کنه، بدشانسی آورد. وقتی پته دزدار روی آب میریزه و دستشون رو میشه، هر کی واسه در بردن خودش آدرس بغل دستی رو میده. ببینید تو دزد بازار نظام چه خبره. عزیز ما را یه حکمش میدیم مسئول، اولین کاری که انجام میده ست اداره اونجا میریزه بیرون که نشون بده اینجا عوض شده. آخه چه خبره برادر عزیز؟ واقعا تو اتاق بعضیا وارد میشم حیرت میکنم از نوعی ساختمون. میگه آخه چرا؟ خب واقعا مبارزه با فساد، جلوگیری از ریخت پاش از همینجا باید باشه. از اونجایی که بازار روزخونی آخوندا بد جوری کساد شده، این حجت الاسلام قنباد زده تو خط اقتصاد مقاومتی و جور کردن اینجور جعلیات. هیچ صدایی دوست داشتنی تر نزد خداوند از صدای محزون اندوهناک نیست. هیچ صدای دوست خدا این صدا رو دوست داره. خب همین اراجیفو میگید که بعد از این همه سال امام بازی هیچ کی قبولتون نداره دیگه. 4 سال درس خونن کارشناس میشن، 6 سال ارشد میشن، ما 52 سال آخوندیم کسی قبولمون نداره. ما خیلی کار حماقتی میکنیم، اسمش هم بذاریم کارهای پژوهشی. این خرس قهوه‌ای هم انداخته تو خط داروسازی و یه دارو درست کرده که خودش میگه حال همه رو خوب میکنه. حالا اسم این دارو چیه؟ شلاق. که میگن بر طرف حد جاری کنید، اول حد رو برای نجات خود این آدم که داره میخوره جاری میکنن. یعنی این آدمی که اینجا خوابیده داره حد میخوره، اسلام اول خود اینو میخواد نجات بده، حال خود اینو خوب کنه. یعنی اونی که داره تازیانه میخوره باید بدانه این حکم اول برای خود این آدم داروست و دواست. اونی هم که داره میزنه باید بدونه عین مادری است که داره به بچهش دارو تلخ میده تا بچهش نجات پیدا کنه. اینم که داره میزنه با کیف بزنه که این آدم داره نجات پیدا، دارم یک مریض رو درمان میکنم. در واقع شفای درد اونه است. مجری و خبرنگارای تیوی ریش دیدن آمار سوتیاشون تو این هفته کمه. این بود که با آوردن عکس عظما تو کادر سوتی ریش رو تکمیل کردن. کرده است برخی از این برنامه هم با آگاهی رسید، اما همینک آقای دارابی خبرنگار شبکه خبر با ماست. سلام بر شما آقای دارابی، از برنامه‌های عصر امروز رئیس جمهور بفرمایید. تصویر آقا تو کادر. آقای دارابی
عشق سرعت نشد نداره. اینم یه مازراتی دستساز تقدیم به همه عاشقان سرعت.នេះគឺជាម៉ាស៊ីនម៉ូតូអាសង្ឃរេចំណែកនេះគឺចំណែកខាងចង្វាក់មីញុងនេះគឺកង់របស់វា